سلام عزیزم، امروز میخوام بهت یاد بدم که چجوری تو 1 دقیقه ماینکرافت رو تموم کنی. اول ببین اینجوری چوب میکنه، برش بیاره، بعد مثل حیونا کل درختای منطقه رو پاف 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 همینجوری میکنی. ببایی میبینی چیکار میکنی؟ میکشیش و پشم و گوشتشو برمیداری. حالا با اون سلیقه شخم تخیلیت با تمام بلاکایی که جمع کردی یه خونه چرت و پرت میسازی. چه جوری؟ اول دیوارشو میچینی، میرینی، یه بار دیگه دیوارشو میچینی، این دفعه درست کار میکنه و درشو میذاری و خونت ساخته میشه. بعد در حالی که داری یه دنس مشتی و خیلی ادیتوری و گوگوشتوری میزنی، پاف یه صدایی میاد و میبینی که کریپر مادر. آره همینجوری که تو هوایی، آره همینجوری داد میزنی. بعدش میافتی توی غار و شروع میکنی به ماین کردن و همینجوری هی میری پایین، هی میری پایین، هی میری پایین و پاف یهو زغال پیدا بکنی. بعد میبینی آهن پیدا بکنی، بعد طلا پیدا بکنی. سیگارت وای ساجی، این جزء برنامه نبود. این دیگه اینجا چیکار میکنه؟ داشتم میگفتم. بعد با جمعی از خوبان روبرو میشه و همشونو پاف 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 میکشی، پاف 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 میکشی. تیر میزنی، پاف 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 اونم میکشی. حالا که رد دادی یهو یه وارده میذاره تا پاف دایموند پیدا میکنی. اینجوری میکنی و میمیری. مرسی که به گیم پلی ماینکرافت این بنده حقی توجه کردید. لایک، کامنت، شیر یادتون نره. خداحافظ.